راجع به شبکه صحبت شد، اینو سریع بگم. میدونید که نرم افزارها خیلیاشون میتونن تو پروتکل‌های SNMP و بک‌نت از تجهیزات شبکه اطلاعات دریافت بکنن، وضعیتشون رو بگیرن. مثلا اگر سویچ شما یه دفعه دیسکانکت شد، روتر شما اتفاقی براش افتاد، UPS شما از مدار خارج شد، شما سریعاً روی سیستم نظارت تصویری و مدیریت تصاویرتون یه دونه آلارم بگیرید. یعنی ببینید چقدر جالب میشه وقتی که دوربین‌های شما و نرم افزار شما نه تنها تصاویر رو ریکورد میکنن، بلکه با سیستم‌های دیگه حفاظت الکترونیک ارتباط دارن و علاوه بر اون با سیستم شبکه شما، UPS شما، BMS شما هم ارتباط دارن. هر اتفاق غیرعادی جایی بیفته، شما اینو توی سیستم نظارت تصویریتون خواهید داشت.